بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. سلام و درود بر ملت همیشه پیروز تاجیکستان، بر دلاوران جان برکفی که واقعا نشان دادند که ایمانشان جهان رو به زانو خواهد نشاند. ملت تاجیک اون ملتی هستند که تونستند امپراتوری روسیه رو خفه کنند و هویت اسلامی خودشون رو همچنان پابرجا داشته باشند. سلام بر این ملت بزرگ و پیروز و سلام بر امت اسلام در این روزهای سختی که ما داریم، روزهای آغاز مرحله جدید، مرحله پیروزی و پیروزی ملت ها بر طاغوتیان، مرحله شکستن استخون هست که ما به سوی پیروزی میریم. در این لحظات دعا میکنیم که خداوند متعال تمام عزیزانی که در زندانهای طاغوتیان هستند رو صبر و استقامت بده، شهیدانی که در این راه رفتن همه رو مورد مغفرت قرار بده، عزیزانی که مورد تعرض قرار گرفتن اونها رو پایداری و استقامت نصیب کنه. عزیزمون، برادرمون عزت امان، یکی از حقوقدانان و فعالان حقوقی ملت تاجیک که در روسیه فعالیت داشتند و برای دفاع از حقوق مهاجران تاجیکی که در اونجا بی سرپناه هستند و تلاش دارند زندگیشون رو بچرخونند، از تاجیکستان و از ذلت و خواری و ظلم و ستم ابوالهول تاجیکستان رحمانوف طاغوت مجرم فرار کردند و رفتن دنبال یک لقمه نونی برای خانواده های فقیرشون. تاجیکستان یک کشور غنی هست که پادشاه دزدی بر اون چیره شده، گرگ دزدی که تمام درآمدهای ملت رو میدزده و ملت رو میخواد حقیر و ظلم ذلیل بکنه. این انسان ظالم و ستمگر توان دیدن عزت و کرامت تاجیک رو در خارج از مرزها هم نداره. با مافیاهای روس همگام شده و از مبالغ بسیار هنگفتی رو به مافیاهای روس میده تا تاجیکان مهاجری که در روسیه هستند مورد ظلم و ستم قرار بگیرند. امروزه ارزانترین و پوچترین و بیهوده ترین کارگر در روسیه کارگر تاجیک هست، فاقد هر گونه حقوق یک کارگر بیچاره. در اونجا مورد انواع تعرضها قرار بگیره. تاجیکان ما، جوانهای ما در اونجا در زیر برف ها کشته میشن، زده میشن، مورد ظلم و ستم از صاحبکاران قرار میگیرن و کسی نیست که از اونها دفاع بکنه. برادرمون عزت امان در اونجا یک مرکزی به نام مرکز تاجیکان تشکیل داد و هدفش خدمت به حقوق شهروندان یا مهاجران و کارگران تاجیک در اونجا بود. این مرکز میتونست در کوتاه مدت یک تشکلی رو برای تاجیکان به وجود بیاره، یک سرپناهی برای تاجیک مظلوم مهاجر بی سرپناه باشه. این برای رحمانوف قابل تحمل نبود. قبل از این عزیزمون کرامت شریفوف بود که همین نقش رو ایفا میکرد و ابوالهول تاجیکستان مبالغ بسیار هنگفتی رو به مافیاهای روس داد تا ملیت روسیه ایشون رو لغو کردن و ایشون به تاجیکستان منتقل شد و در زیر شکنجه جان داد. خداوند شهادتش رو قبول کنه. و عزیزمون الان عزت امان هم به همین شیوه تاریخ 4 مارس یک توطئه و رشوت هایی که رحمانوف داده بود به برخی از مافیاهای روس بر علیهش یک پرونده‌ای در دادگاه تشکیل دادن و به صورت غیر قانونی ملیت روسیه ایشون لغو شد و دیروز است که ایشون ناپدید هست. دعا میکنیم که ایشون همیشه در پناه الله باشند. الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. از خداوند متعال میخواهیم که به ایشون صبر، استقامت عطا فرمایند. و این بیانگر این هست که این فرعون ستمگری که الان در دوشنبه هارت و پورت میکنه، این به نهایت خودش رسیده، به ذلت و خواری رسیده.
توان دیدن عزت و کرامت تاجیک رو نداره. این با ملت در ستیز هست، این یک ضد تاجیک هست، یک مافیای وحشت و استبدادی هست که از سوی کرملین دعم میشه و با قدرت اونها برکار اومده تا ملت تاجیک رو مچاله بکنه، تا تاجیک رو بکشه و از بین ببره. اینها به خوبی میدونن که تاجیکستان بوابه و دروازه اسلام به سوی تمام روسیه هست. برای همین میخوان این همت و این بزرگی و این کرامت و این عزت رو در تاجیکستان خفه کنن و این رو بیکور بردن. عزیزان ما در هر جایی که هستن، ملت تاجیک یک ملت بیداری هست و همچنان این مسیر رو ادامه خواهند داد. ذلت و خواری رو قبول نمی کنن. این خیانت رحمانوف بر همه تاجیکان واضح کرد که این ظالم ستمگر توان دیدن عزت و کرامت تاجیک رو در هیچ جای دنیا نداره. یعنی اینی که این فرد دیگر لیاقت ماندن در تاجیکستان را نداره. این فرد و تمام دم و دستگاهش رو باید نشان بگیرید، خودتون رو آماده کنید. این مرحله آخر هست. الان این ملت، این ظالم ستمگر با این حرکتهاش نشون میده که بازی رو باخته و باید از این سرزمین بره. این و اطرافیانش در تاجیکستان جایی ندارن. این تاجیکستان سرزمین این ملت دلیری هست که از هیچی هراسی ندارند و همچنان در صحنه هستند. از الله متعال خواهانی و تمنا میکنیم همه عزیزانمان در هر جای دنیا که هستید برای ملت تاجیک دعا کنید که خداوند متعال به این ملت مزید ایمان، مزید استقامت، مزید پایداری عنایت فرمایند و این ظالمان و ستمگرانی که میخواهند این ملت رو مچاله بکنند و از بین ببرند، خداوند متعال اونها رو خار و ذلیل بکنه و ملت تاجیک رو همچنان ملت‌های دیگر مظلوممون در منطقه، ملت عزیز و دلیر افغانمون رو، ملت مجاهد پیشه ایرانمون رو، همه رو خداوند متعال عزت و کرامت بده و از این ظالمان و ستمگرانی که این منطقه رو به آشوب کشیدن و فتنه و جنگ‌های داخلی رو میخوان به راه بندازن و مردم رو به عذاب و ذلیل و خوار بکنن، همه این ستمگران رو خداوند متعال از بین ببره. الهنا خالقنا و رازقنا اعنا علی الظالمین المجرمین، اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم آمین.